دیگه گوشیتو فلش نکن. بیا بهت بگم چیکار کنی سرعت گوشیتو 2 برابر کنی. اینو واسه دوستاتم بفرست. میای تو تنظیمات گوشی، درباره تلفن رو انتخاب میکنی، اطلاعات نرم افزار رو میزنی، شماره ساخت رو 7 بار کلیک میکنی تا حالت برنامه‌نویس برات فعال میشه. این کار باعث میشه سرعت گوشیتو افزایش میدی. این قسمت حالت برنامه‌نویس برات فعال شد. بعد به عقب برمیگردی، یه گزینه به بعد درباره تلفن من اضافه شد روشو میزنی، میای تا انتها. 3 تا مقیاس برات میاره که هر 3 تا رو باید رو نیم قرار بدی. گوشی تو یه راه اندازی میکنی و تمام. واسه ترفندهای بیشتر منم فالو داشته باش.